یک کارمند کمیساریات حربی نویه 5 ولایت ختلان را هنگام عملیات از خانه‌اش به کمیساریات حربی بردن یک دعوت شونده 2 ضربه کورد زدند. کارمند وینکمه تالو در بیمارستان بستری است و حملگر دستگیر شده است. یک منبع پایگاه خبری بامداد از ناحیه 5 خبر داد که حادثه در اول ماه می در جماعت محور روی داده است. کارمندان کمیساریات حربی شبانه به خانه حکیم رحمان مدیر مکتب میانه رقم 3 میآیند که یکی از پسرانش با وجود ارسال چندین دعوتنامه از حاضر شدن به کمیساریات حربی سرپیچی میکرده است. هنگام کوشش بازوری بردن پسر مدیر مکتب، پسر دیگر او با کارمندان کمیساریات جنجال میکند و در جریان مناقشه یکی از کارمندان کمیساریات را 2 کورد میزند، گفت این منبع. بنا به اطلاع منبع بامداد، آن پسر حکیم رحمان که باید به ارتش میرفت فرار کرده است، ولی پسر دیگر مدیر مکتب را که کارمندان کمیساریات را کورد زد دستگیر کردند. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. به گفته امصوبت بامداد، ناحیه 5 نقشه دعوت به ارتش را تا حال اجرا نکرده است و مقامات حتی به امام خطیبان دستور دادند که عسکر جمع کنند. موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان 1 اپریل آغاز یافته تا 31 می دوام خواهد کرد. هر سال در موسم‌های بهاری و تیره‌ماهی دعوت به ارتش از تاجیکستان شکایت‌های زیاد درباره ابلاغ یعنی در خانه‌هایشان و در جایهای جمعیتی از جمله در کوچه و بازار داشتن و به ارتش بردن جوانان دعوت شونده شکایت به دست می‌رسد.